سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو جدید. امروز من با دوستان اومدم دارم ویدیو میگیرم درباره بدوارز. خوش اومدین به این ویدیو. خب بریم. خواهشن یکیتون بدو دف بده، من دیگه بدو دف نمیدم. هر کی تو ای بابا یارو یه جون داشت، شانس نداریم ما. شمشیر استونی بده مونو رفت زد. بابا بده مونو رفت. خب آخه عقل کنم بده مونو رفت. یا بده دف بده دیگه لعنتی. بیا بده دف بده مهراد بده. بیا بده نف بده. چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی؟ تو چرا اینقدر گاوی؟ خدایا به حالا وایسا 2 ساعت با هم دیگه در دیروز رفتیم 2 ساعت با هم دیگه دیروز. این اسکل 2 ساعت رفته تو چیز وایساده کلی فایروال و چنون چطور بهت قیده افتاده تو بوید. بعد به من نمیگه 2 ساعت دارم دنبالش میگردم تو اونجا. اینا الانم مرد. بیا خاک تو سرش. از تو بهترم حداقل. نه وایسادم دارم شماها رو نگاه میکنم. از شماها از این مهراد اسکل دارم ویدیو میگیرم. خیلی سرم بدبخت من دارم از اینا ویدیو میگیرم. بچه خودتون نظر بدید واقعا من بدبخت با کیا افتادیم. ببین یعنی دفعه بعدی نداریم. حاجی من تجربه کار زیاد دارم، مخصوصا مهراد خیلی زیاد داره. مهراد خداوکیلی زیاد داره. خیلی قشنگ گفت سپر. ماشاءالله سپر چه بریجی زده. فست بریج بلد باشه. فکر نکنم فست بریج سپر بلد باشه. نه ای وای ای دهنش. تو نوبی هی میگی بیا بریم گیم اپ بیا بریم گیم اپ. بیرو بگیر برقص. فاز منفی نده. میری دف بدی یا نه؟ سب کن. وای حاجی داشتم میافتادم پشمام. خدات هم باشه تو همینش هم نمیتونی بزنی. بیا بیریش بزن ببینم. سواد نداری که بایدت کرد دیگه. اگه سواد نبودوشی الان پیش من نبودی که. بیا یلو اسمو بدتره حاجی. یلو بدشونو زدم. یس ای وای ای عجب گاوی. خب یه فاینال گرفتیم به نازم نکن ناتا. بهت رفت یا نه؟ بهت رفت.
خدایا شکر الحمدلله. بعد از 2 تا فاینال که یه بد هنوزم بدمون پاورجاست. خدایا شکر. سوادم نداری در کنار بلاک نداشتنه. اومدم بابا شماها وایستا برم یه گوشماله یه ریزی به این گیریم بدم حالیش بشه با کی طرفه. بیا سوادش بیشتر از تو حداقل هرچی باشه. ای وای افتادم تو وای. اومدم بابا شما دوتا لازم نکرده کاری انجام بدی. اومدم ناکن اسکولا ببین بعد تپه به من میگه پرم ناکن هنو بازی شروع نشده یه به 2 تا فاینال که تازه یکیشون هم دیسکانکت کرده وگرنه اونم میزدم نگران نباش حاجی. بابا این من بدشونم وولیه حاجی بدشون وولیه پشمام. نه بابا دارم میرم اون بر چرا بزن دیگه سپر جامپ کن بزن سپر سواد دلی بی سواده ابله. بیا اینجوری میزننش. من زدمش. چی داری میگی من زدمش تو زدیش. بعد به من میگن تو نوبی تو برو نوبیت از نوبیت. من یه دونه کیلم دارم الان داداش یه دونه گل لپل خواهیم حاجی خیلی خوبه ها نمیشه حرف اسلام. بابا شما دوتا میخوایم بریم بده اونا رو بزنیم پولی. بدهشون رو زدی نه اینشون هم نزدی تو. ای وای مهراد وقتی چیز میزنه روانی دیگه. خب نگران نباشه نفرشون پیش منه. بهت رفت ناموسن بهت رفت بدشونم رفت بده اونم رفت. بیا داشتی خوشتی داشتی. برو واسه بچه مردات تعریف کن. ببین نفس ندارم یه تنه همشون رو دارم میزنم. نکن دیدی افتاد تو بود. دیدی یه دونه گیری مونده فقط. برو سریع بگو چی استک میکنه. دایمن داره بشم سب کن وایستا ببینم فایربالم تموم شد. دایسته یه ذره باید اسپیریت کنم. کجاست دیدمش نه حواسم هست. سب کن اسکل بیا پایین جارت داری حاجی. وای تیر داره دهنش سرویس تیر داره. وایستا فایربال بگیرم نگران نباش دارمش.
حاجی اشتباه فایربال زدم. خاک تو سر. نه ترس برگردون. نه ترس باباش. من مثل شما واسه تیری حواستون به من باشه خواهشن ها. من پاورم نگران. ای دهنش سرویس جا خالی داد. ای وای چجوری میشه. سب کن آقا. نخوردش. خورد. دیدی؟ نترس. داداش چند تا پای بال دارید؟ چه ترمانی؟ ببینید دیگه. ای وای ای وای. سواد ندارن دیگه مثل شما. نه حاجی میترسم. صبر کن. بالاخره حاجی 7 تا کیل گرفتم دومی کیل شدم. بابا برید کنار دیگه. میخوام برم فایت بدم. نه تو خوبی با 0 کیلو 0. اوف سپر خفن. سپر نو بیریج میزنی؟ هنوز واقعا پس بیریج نگه. بلو بچه پشت سرمونه. بیریج نزن میگم. بیریج نزن. بلو پشت سرم میگم. بیریج نزن دیگه. عجب گوهی. خب بیریج نزن دیگه. تو چرا بده دف ندادی؟ بودو بده دف بده دیگه. عقل کس ستایشونو نمیفهمه. باید بدو دف بده در این حد. اون اسکار جو بود. من بدبخت دارم چک. ماشالله خوشم آمد. حرکتات قشنگ بود. اول بازی فایربال گرفتی. به خدا اگه تونستی اونو بزنی. بیا مرد. فاینال کیلش که حاجی بد ندارن. وایس اسپرینت کن. بابا بی رو بگی بعد روی یکی از اونا کلیک کن. آره بی رو بگی کلیک کن میرخصی. ماشالله. الان بده کی مونده؟ بریم یلو. آره بابا بلو بدش رفته کلا. بابا تو نمیتونی برقصی. نگران نباش. حاجی دارم از به صورت نامحسوس دارم میرم سمت بده یلو. اون یلوه اونجاست. ما قراره بریم پیشش و یه لایت داداش نکن. خب تو چرا میزنیش؟ تو که بلد نیستی بزنیش. برای چی میزنیش؟ تو که بلد نیستی. شما دوتا نمیتونی یعنی یه نفر آدم مثل آدم بزنی؟ نه حتما باید من باشم. بیا خاک تو سرت. از مو ایوان کیلش کردم. دهنش سرویس خیلی جون ازم کم کرد. مهرات کالا بابا بابا من وسط پی وی پی
چی اینجوری میکنی؟ کرمه این چیه که؟ قمر بیریج بزنم. اون قسمتی که چیز گفت ماکو جونم. ببین حداقل فست بیریج میزنم مثل تو نیستم. باشم یه مشکل بیا فست بیریج بزن ببینم. نه شیفتو بردار بذار، شیفتو بردار بذار بلاک. اصلا فست بیریج هم چی هست؟ فست بیریج اصلا نه چی هست؟ برو کنار امیر کورتانا داره میاد. بدو دف بده ماشالله. اسپلیت کن سپه آیلون بده. باید اسپلیت میکردی سپه. آیلون بده سپه. خیلی بیشوری. چرا بریج صاف زدین عقل کلا؟ مهراد وقتی سمی وولم تموم شد داشتم بریج میزدم وولم تموم شد حاجی ناموسم وولم تموم شد به حضرت عباس. بچه ها تو ویدیو دارن میبینن دیگه. وولم تموم شد مدرکش هست که داره تموم میشد. به خدا زیر من فایربال بزنی ببین همین شمشیر رو میبینی. حواسم نبود خوب. حواسم پرت اسکول بازی های شما دوتا شد. کار خوبی میکنن. یلو داره میاد بچه ها. بدو دف بدین. من خودم دف دادم تو لازم نکرده دف بدی. ولی بابا کی شد؟ بابا کی؟ از کجا اومد اون یکی حاجی؟ تو که کرم همیشه داری. عشق ببین بخراد فوش کشم هر کی بده دف نده ها. نه دیگه من به جز من. بدو دف بده دارم میاد. دادی بدو دف. حافظم داده. آره من دارم. بابا کلنگ میخوام واسه اینجا. سپر شمشیر آیرانی داره بعد من هنوز وولم ندارم. کلا 2 تا دونه وول دارم. این 2 تا شمشیر آیرانی داره یه ذره‌ش هم به من نمیدن. ناکو بعد به من میگن خسیس. بده ببینم توف کن. آقا بده دیگه سپر ناموسم بده. سپر من ناکن سپر. خیلی بیامردی. خیلی بدی سپر. بابا یه ذره یه ناکن فایربال داری. شمشیر آیرانی داری. همه چی داری هیچی به من ندادی. فایربال میخوام چیکار؟ گلد نمیخوام آیرون میخوام. کاسه کلنگ. اومدن؟ سپر صدات صفر شد. سب کن سپر بریج نزن جان مادره. سب کن نکن صدا. چرا رفت بالا؟ حاجی چرا رفت بالا باشه؟ چرا رفت بالا؟ سب کن. چرا میای تو دست من؟ نذاشتی بلاک بذارم بالا سرش افتادم تو وید. چرا اومدی بالا سرم؟ بیا گیریم بدمونو زد. گیریم بدمونو زد. تو مگه هنو تو بازی بودی؟
فکر کردم تو هم مردی. فکر کردم تو هم مردی. حاجی بریم سمت بلو. بریم سمت بلو حاجی. بلو یه نفره. بریم. من رفتم سمت بلو. من رفتم سمت بلو. جر و بساتون هم واسه خودتون. به خدا اگه فایربال جامپ بزنی، به خدا اگه فایربال بزنی زیرم با ای بابا دست اول من خیلی خوب پریز زدم. بلو یه نفره داره میاد سمت ما، بعد ما هنوز بدمون رو دف ندادیم. میبینی تو رو خدا به تو دف بدی. ماکو فایربال داد. سپر اسپریت نمی کنم باید. چه ربطی داره داداش؟ چی زدی؟ حاجی چوب خریدم خاک تو سرم. بیا این دفعه من خریدم تو بزن. بیا طلا و آیرونم واسه دراپ کردم. اینم پول کارمزده. نوکری؟ تو نوکری؟ تا اگه نوکر بودی الان بده خودت دف می‌زدی. برو سپر برو. سپر برو دیگه سپر. آقا بریم سمت حاجی کمبو رو بنازم. کمبو بنازم. بچه تو ویدیو دیدید دیگه خودتون نظریه بدید. هیچی کمبو کردم بدشونم زدم. یکیشونم الان قراره فاینال کیل کنم که کردم. برو واسه بچه ملت تعریف کن دیگه. بگو یه امیر کورتانو 2 3 4 داریم صاف توش. تازه 2 تا امرالد جمع کردم. بهتر از تو. برو بده. برم سمت بلو حاجی. حاجی رد چقدر نور به داره 2 ساعت بده شده میده. آقا فایروال بخریم بدیم به من جان مادرتون. حاجی وارد شد بلو. بلو اسکول وارد شد. سپر رفی داشتم میزدم سپر رو. داشتم سپر رو میزدم. خفه نکن. نصف بیری تو چرا بدو دف ندادی؟ بخیر ناکو. بچه ناکوی من دایمندی شدم. من دایمندی شدم بچه. سپر ناکو فشار بخور. ماشاءالله بالاخره اسپریت کرد. اسپریت نشد. بیا سپر بیا. حاجی شمشیرمو دراب کردم. شمشیرمو بده. سکو شمشیرمو بابا. سپر شمشیرمو بده. مهراد دیدی با این لفت دادنت. مهراد دیدی با این بد لفت دادنت. خب چرا بلاکو رو نکندی عقل کل؟ حاجی حاجی اینجوری نمیشه. باید این ویز بخرم واسه بده چیز. ماشاءالله سپر گنگستر. سپر خفن. بچه وایسی دارم امارات جمع کنم بده obsidian کنی.
امرالد 8 تا، من 4 تا که گرفتم. وایسا فعلا، حالا وایسا گوشم تو اندر چستم، 4 تا دیگه هم بگیریم. این گوشم تو این نه بران ورزشکاران. واقعا من آماده رفتن به بده گیرینم. چیه؟ سپر 4 تا، حالا سپر 4 تا امرالد جمع کن. برو حاجی دایموند، برو دایموند سپر، برو دایموند. ماشاءالله 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 ماشاءالله. حاجی بد ابسیدیانی شد، بد ابسیدیانی شد، بد ابسیدیانی شد. ها چی؟ آره نه حاجی امرالدمو نذاشتم، امرالدم دستمه. چیه؟ وایستا بابا وایستا، صبر کن برم بد ابسیدیانی کنم. نه حاجی باید برم چیز اینویز بخرم، باید اینویز بخرم. اسکل تیر کمون دارن، تیر کمون دارن، میفهمی؟ تیر کمون دارن، میفهمی؟ بابا با تیر کمون خب میزنم تومونمون رو زندن. بچه ها ابسیدین ها رو خریدم، ابسیدین ها رو خریدم. یا حاجی بیاد. چرا نه؟ ببین ناکن، میدونی اونو چسبیدم به دفشون ولی دفشون ابسیدیانی نیستش که، ولی واسه ما ابسیدیانی. ماشاءالله سپر. سپر بیا کاورم کن، سپر بیا کاورم کن، بدو دف بدم. آقا بنازم بد ابسیدیانی شد کامل. سبکو حاجی وایسا تیر کمون واسه تون بخرم، تیر کمون وایسا بخرم، تیر کمون. مهراد بیا بیریج بزن سمتش. مهراد برو بیریج بزن، برو بیریج بزن، برو بیریج بزن، برو بیریج بزن. خب تیر کمون ندارم عقل کل. باش آقا تو برو. وایسا سب کن الان میرم، سب کن الان دارم میرم. بیا بده یلو اسپلیت کنیم با هم، بیا. من فایبال دارم، تیر کمونم دارم. آره پیککس من دارم، پیککس عکس همه چی من دارم. بیا مهراد. نه حاجی دایمندی نمیخواد. حاجی گیرین داره میاد، رد داره میاد حاجی، داره بیریج میزنه اسکل. حاجی همشون یک تو بیسشونه. ماشا سپر شیفتو بگی سپر. من کاورت دارم میکنم. سپر من دارم کاورت میکنم. من تیر کمون دارم. حاجی زدمش یارو رو، زدمش. بدشونم رفتم زدم حاجی، بدشونم رفتم زدم.
حاجی و اسکل آیرون گالم اسپان کرده و آیرون گالمش مرد. سپر آفرین من سرش دیگه هم کن. سپر برو سری برو. سپر سری برو. سپر اسکل سری برو. ماشاءالله. تو چرا کیلش کردی؟ نه حاجی دم محیط بودم اومدم پایین حاجی. سب کن این ویزم بخورم. رد بدشونو زدی ناموسن؟ سب کن حاجی من این ویز خورم رفتم جفتشونو بزنم. دو جفتشونو میزنم حاجی. سپر رو زدن؟ آره سپر رو زدن. دارم میرم بالا. من دارم میرم بالا. حاجی این آور رو اشتباه کردن تو جا همشون زدن. حاجی تموم شد این ویزم چقدر کم بود. حاجی داره منو میزنه. یکیشونو زدم. حاجی نوبن جفتشون بابا. کششون یکی حاجی. وایسا وسایلم بذارم. حاجی نیست یارو تو بیسش. آره حاجی نیست تو بیس. حاجی نیستش تو بیسش نیست. رفته توی چیز. یه لحظه ساکت باشید. نه پیداش کردم. نه اینکه سپر دهنت سرویس. حاجی نیستش. به خدا نیست. وایسا ببینم دهنش سرویس کجاست. سپر تو بیا اسپلیت کن. وایسا حاجی سپر خودتو کیل کن. تو خودتو کیل نکن. وایسا من خودم پیداش کردی. وای حاجی افتادن تو وود. سپر بزنتش. ماشاءالله سپر. خاک تو سر اسکلت کنن سپر. وایسا الان میرم بیس قرمز بابا. حاجی من سر تا پا ایرونم و الان فایربالم میگیرم و یه مقدارم از اینا و میرم میزنمش. فایربال خالیش کرد میکنمش نگران نباش. به این دست سپر به خاطر من رفت بدشونو زد. اگه من نبودم کاورت میکردم. ویکتوریا یارو اسکول وایت شد خودش. حاجی نفر اولم تو کیلا. من اولین کیلا. بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد باشه. مرسی که ما رو همراهی کنید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.